آی جوونا، آینایی که پدر مادر دارید، قدر پدر مادرتون رو بدونید. به خدا قسم رضایت خدا هم تو رضایت پدر و مادره. ای مامان هر موقع دلم از زمونه میگره، با خودم میگفتم هنوز مادر دارم، هنوز سنگ صبور دارم. مامان بعد از این درد و دلم رو به کی بگم؟ مادر رفتی یا منو در این دنیا بی پر و بال کردی مادر. به خدای مردم توی عالم هیچ کس مثل مادر برات غصه نمیخوره. اگر روزی رسد مادر بمیرد، ملک هم جای مادر را نگیرد، جای مادر را نگیرد. بابا تو که یه لحظه طاقت نگرانی بچه ها تو نداشتی، طاقت نداشتی بچه ها غصه بخورن مادر. الان